یه پادشاهی به وزیرش میگه وزیر برو توی کل شهر بگو یه نفر بیاد به من بگه کار خدا چیه، من بهش یه کیسه طلا میدم. وزیر میره کل شهر رو پر میکنه، همه صف میکشن. یه چوپونی بوده ته صف. وقتی به سختی نوبتش میرسه که بیاد پیش پادشاه میبیندش و بهش میخنده، میگه آخه چوپون مگه تو چیزی حالیته که بخوای به من بگی کار خدا چیه؟ میگه بله. پاشو از تخت پادشاهیت بیا پایین، لباس منو بردار بپوش، لباستو بده من بپوشم، همه هم بگو از این اتاق برن بیرون. پادشاه این کار رو انجام میده، لباسای همدیگر رو میپوشن، میشینه روی تخت پادشاه میگه بگو ببینم کار خدا چیه؟ میگه کار خدا اینه که توی 1 دقیقه من چوپونو میکنه پادشاه و توی پادشاه رو میکنه چوپون. این داستانو گفتم که به چی بگم؟ هیچ وقت به کار خدا شک نکن، عجله‌ای هم نداشته باش، مطمئن باش که برنامه‌ای که خدا برای تو میخواد از چیزی که خودت برای خودت میخوای قشنگ‌تره.